میخوام با یه الگوی ساده این لباس رو بهت آموزش بدم. یقه رو 3 سانت 3 سانت به این شکل علامت میزنم و خط یقه رو مشخص میکنم. از گوشه گردن به اندازه 4 سانت الی 5 سانت میام پایین، به سمت حلقه آستین وصلش میکنم. حالا این خط رو تقسیم بر 2 میکنم. از بالا و پایین این خط 2.5 برای سینه های کوچک و 3.5 برای سینه های بزرگ علامت میزنم. تا رو به نوک سینه وصلش میکنم. خط بلند هر اندازه که بود، خط کوچیک هم باید همون اندازه باشه. این قسمت ها دور ریز میشن. حالا این قسمت ها دور ریز میشن. روی این قسمت یقه علامت میزنم. این خط رو تقسیم بر 2 میکنید. به نوک ساتون وصلش میکنید. در این قسمت 1 الی 1.5 سانت میای به سمت پایین. برای این خط بزرگ هر چقدر که بود، این خط کوچیک هم باید همون اندازه باشه. حالا به این شکل تیکه ها رو جدا میکنی. در آخر هم یقه ها رو از قسمت سرشانی کنار هم دیگه میذاری و به این شکل میدوزی. دوخت یقش رو تو پست قبلی پیجم گذاشتم، حتما ببین و اگه دوست داشتی حتما لایک و ذخیرش کن.